کارهای چی تجارتی، چی همکاری دهقان یا تمام شریکی که در هر جایی که در کارهای شریک هستید، عدل رو و انصاف رو رعایت کردن. این میشود تقوا، این میشود چیز خدا ترسی. اما اگر انسان خب دیگر ظلم بر زن کند، به همسرش کند، یا ظلم به فرزندانش کند، یا ظلم به شوهرش کند، یا غیبت کند، سخنچینی کند، بدگویی کند، این همه انسان رو به کجا میبرد؟ همونایی که همیشه در زیان و ضرری خب همسری خود، شوهری خود، فرزندانی خود، برادرانی خود، فرزندانی پدری خود، فرزندانی مادری خود در زیان و ضرری همسایه و همکاری خود هستند، بعد میبینید که دردی به دوا نمیدونن دیگر چکار کنن. باید که انسان همیشه از روی عدل انصاف یعنی تقوا، خدا ترسی، از روی عدل انصاف زندگی کند. حالا هر صبح که بیدار شدید بگو که الحمدلله سالم هستم، از خواب بیدار شدم، عضو پاها کار میکند، حرکت دارم، پروردگار رو شکرانه. در نوبت اول. در نوبت دوم پروردگار رو امروز هم رو با برکت و در تمام معامله من رو مفید منفعتناک و بی ضرر بگردان و هیچ کسی ضررم نرسد. وقتی که بنده مؤمن، هر مسلمان این مناجات رو در اول روز صبح، یعنی این آرزو، این دعا و این نیت رو میکند، پروردگار اون روزش رو با برکت میکند. یا که مسلمان فرض کردیم معلوم میخیزد، طهارت میکند، نماز بامدادش میخواند، اولین معامله ای رو که شروع میکند در اولی روز صبح، این معامله با پروردگار است. نماز خواندن یعنی یک معامله کردن با پروردگار است. وقتی که بنده مؤمن مسلمان معاملهش رو با پروردگار شروع میکند، تمام معامله های باقی مانده اون روزش رو پروردگار با برکت میکند. یعنی میشود حیاتش، زندگیش با برکت و مهم اساس قلبش قانع و آرام و آسوده و قناعتمند. این قناعتمندی و این راضیگی و این خرسندی و این شکرگزاری برای بنده مؤمن، برای مسلمان خیر و برکت و رحمت و مغفرت زیاد میاره. و مهم اساس وقتی که همیشه نیتی نیک دارد انسان مسلمان و اندکی سعی و تلاش کند برای که منفعتش به دیگران برسد، پروردگار کامیاب و موفق میکند حتمی. برای همین بنده مؤمن همیشه دعا میکند که پروردگار نیتم رو نیک، قلبم رو صاف و پاک